خوب است وضعیت، از هر لحاظ خوب است. شما می‌دیدین در گذشته ها وضعیت بیخی خراب بود، گمرکات ما چور میشد، منابع داخلی زمینی ما چور میشد، معادن ما در پنجشیر به دسترس چند دوست بود، معادن ما در بدخشان به دست چند قاچاقبر بود و یعنی میطور دیگه سایر منابع ما در اینجا مورد تهدید قرار داشت که امروز حکومت میتواند همین واحد جمع کنه و به خزینه دولت اینا را بریزن تا هم معاش داده شه و هم ابو کارهای عمرانی که میشه صورت بگیره. خود رئیس جمهوری گذشته به یاد دارید شما گفت 70% منابع ما چور میشه، واقعا چور میشد. شما میدیدین حالت پارلمان افغانستان، حالت وزرا را، حالت والیا را، حالت قماندانا را، چی حال بود در شهر، چی روز بدی بود در افغانستان، چور بود، چپاول بود، هر چیزی که شما بگوین بود. حال خوب بهتر شده میره روز به روز، حال خوبتر شده میره. حال هم باید ما شکر بکشیم به این حالتی که ما داریم امروز. واقعی رخ نمیده. سابق دمیسر پیشروی سرک تلویزیونتان کس شام گشتن نمیتونست، چاقو می آوردن و یا موبایلش میگرفتن یا به خاطر 1000 افغانی میگرفتن نفره. بریم داخل شام.